میگم دنیا را ببین چه عجایبه. خانه میگی، بخت میگی، فرزند میگی. چیکار کنم فرزندم چیزی خوبه بخره، چیکار کنم فرزندم چیزی خوبه بشه. به فرزند در غم فرزندای فرزندار در غم فرزندای که فرزندم یک چیزی خوب بشه، یک چیزی خوب بخره. وقتی که کودک بودم اوچای بیچارم حرکت میکرد که یک لباسی خوب باشم یا یک لباس یک چیزی به مزه بخورم. تا همین 3 کودک داشتم اوچای بیچارم فکر میکرد. یکم وقت میشتم گریه میکنم، میگفت که تو دیوانه گریه میکنی، الله عزیزی نگات بدارم. از این صدا میگم یگان آدم نمیگه که تو چی با گریه میکنی یا که تو یگان چی خوردی یا نه. اوچای بیچاره میگفت که با خانه را ایکنم کرو پچه را فکرشم میکرد، پس داره فکرشم میکرد. همه چی را موند را فکری یگان کس یگان چی